خدا ما و شما رو در پناهش نگاه دارد. السلام علیکم. صبح که از خواب برخیستیم اولین کار میکنیم چیکار میکنیم؟ وارد اینترنت میشویم، از خبرگاه آگاه میشویم. و در صبح طبع بسیار انسان ها خسته میشود روحاً، چون وارد میشویم جنگ، کشتار، کودک دیگر. انسان روحاً خسته میشود، به نهایت روحاً خسته میشود. و یگانه چیزی که از دست ما میبیاد این دعا است. ببینید که ما بلا و آفت ها رو چگونه قبول میکنیم. میگیم یا امتحان پروردگار است یا به خاطر خطاگی خودمان است. از این سبب انتظار نشویم که هر بلا و آفت ها دیروز ببینید که در افغانستان از زمان زمین لرزه نه کم است 2000 آدم گذشته است. 2000 به گفتنش آسان است. ما و شما می تماشا داریم، چی در جای کار است چی در هر کجای نباشه، می رویم خانواده همش انتظار است، مکمل است. اما تصور کنید که هر خانواده ببینید که چندین خانواده ها از دست دادن و دیگر همین مصیبت ها و خصوصا جنگ گیرنده هست. چی میکند؟ از ما میگیرد. ببینید که گاه میشود سلامتی را، گاه میبینید که یک از خانهش از دست میتید، گاه میبینید یک از بالاخره جاش باید جان هم میگیرد. از این سبب دعا یگانه یراق بزرگ است که خواهش میکردم که در حق یکدیگر دعا کنید. همون سری دسترخوان هم حتی بعد از وی دعا کنید، در نمازها دعا کنید. انتظار نشویم که یک دشواری بالامان میبیاید و بعد دعا نه، پیش از آمدن مصیبت او دعا کنیم. باور کنید وقتی که اونجاها رو میبینید، اون جنگ و جدال و اون خونریزی و اون یک 2 متره جا نیست که انسان ها میگوید که حتی سرپناه هم سرم پایانش کنم. بعدن به زندگی خود نظر کنید. انسان اگر شکر کننده نباشد، پس من نمیدونم باز چی بگویم. که هزاران شکر و از خدا دعا میکنیم که پروردگار، وعده پروردگار است، با اعتقاد نه با اطمینان دعا کنید. یعنی باور داشته باشید که خدا دعای شما را قبول میکنه. و وعده خدا است که هر کسی که دست میبردارد 3 بار فریاد میزند نامش را، خداوند میگوید شرم میدارم که دستش را خالی برگردانم، شاید دعای شما مستجاب شود. که پروردگار همین تنجی و آرامی و صلح و ثبات را در کشور ما چیکار کند؟ نگاه دارد. هیچ گریه‌ای نه پدر نه مادر نه فرزند. باور کنید این قلب دیگر تمام شده است، دیگر طاقت مصیبت چیها را ندارد. خدا ما و شما را در پناهش نگاه دارد. بالاخره گفتنی بودم که دعا را فراموش نکنید در حق یکدیگر و در حق وطن عزیزمون. و همین ای عشق آهسته بریز که غم زیاد است، ای شب آهسته بسوز که شب دراز است.